از ماینکرافت آموزشی. ما قراره تو این ویدیو در مخفی بسازیم. بله بچه‌ها، در مخفی بسازیم. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، منو لایک کنید، بریم سراغ ویدیو. ما قراره به این شکل در رو بسازیم. به این شکل در رو بسازیم. ما به این آیتم نیاز داریم، به این وسایل ها نیاز داریم. حالا میایم ما اینجا به این شکل نمیشه. این طرف هم ستون میکنیم. اگه اشتباه نکردم این طرف ستون میکنیم، این دوتا نمسه بشه. حالا اینجا رو ردستون میذاریم به این شکل. اینجا ردستون تورچ میذاریم و اینجا بلاک در میذاریم. به این طرف به این شکل. اینجوری وقتی که استیک پیستون رو برداشتیم اینجوری استیک پیستون میذاریم به این شکل. روبش باید این طرف باشه. به این شکل میذاریم. اینجا بلاک میذاریم و این میاد جلو. این طرف هم میذاریم، اینجوری میاد جلو. حالا ردستان برمیداریم اینجا و اینجا اینا رو میذاریم. حالا گلس ها رو برمیداریم اینجا میذاریم. حالا اگه میخواین اینا پیدا بشه ما باید اینا رو ببندیم. به شکل اینا رو میبندیم. بچه اینجا یادم رفت این دکمه ها رو بذارم، نمیدونم اسمشون چیه. اینجا دکمه ها رو میذارم، بعد اینجوری میای باز بسته میشه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما تو کامنت ها بگیم یه ویدیو دیگه ماینکرافت آموزشی بذارم، یه ویدیو دیگه از ماینکرافت آموزشی خفن بذارم. خداحافظ بچه ها، تا ویدیو بعدی خداحافظ.